باز یک خوشخبر از برنامه آرمان. چندی پیش به سراغ تلویزیون سیمای مستقل یکم پسرچی 10 ساله عمرجان حسینف همراه مادرش زینور حسینова تشریف آورد. پس از گذرانیدن جراحی پیوندسازی جگر پسرچه صحت و سلامت گشته است. یادرس میکنیم که کودک همراه اویلش در شهر استقلال سابق تبشری ولایتی سوخت زندگی دارد. 1 سال قبل برنامه آرمان در عیادت این اویله بود. آن زمان کودک در بستری بیماری کسل و لاغر خواب بود. پسرچه بیماری سیروز جگر و فیبروز وزنین داشت. برای شفایابی کودک فوراً گذرانیدن جراحی گرانبها لازم بود. از این سبب آن زمان مادرش از تماشابینان دست امداد خواهش نمود. خوشبختانه پس از یک نمایشی برنامه آرمان در تقدیر این کودکی معصوم نیز گردش کلی به عمل آمد. مبلغ جراحی در حجم 123,632 سامانی با کمک پولی مردم سخاوت پیشه به زودی جمع گشت و عمرجان حسینف در شهر دوشنبه در مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان جراحی گشت. هنگام عملیات جراحی یک قسم جگر مادرش را که همچون دونر به کودک موافق آمد پیوند نمودند. جراحی پیوندسازی جگر از مادر به کودک با موفقیت گذرانیده شد. خوشبختانه حالا عمرجان همراه مادرش صحت و سلامت قرار دارد. از فرصت جراحی تا این مدت رسا 1 سال سپری گشته است. پسرچه حالا در مکتب در صنف 5 تحصیل دارد. از گفتی مادرش پس از گذشت جراحی فرزندش اندکی وزن گرفته. حالا از طرف کار جگر یگان شکایت ندارد. دوشنبه کلینیک منصورنده اپراسیون ها گذشت. 13 ساعت دوام کرد. هر دو بچه دیگه راه نیست. جگر بریدیم پیوند کردیم. از 30 فیصد اما گرفته این پیوند کردن. هم مگوجاش 100 فیصد نقص. خارشاش همش گم شده. بیخوابیاش همش نقصه. 27 کیل بود. حالا 30 چند کیل شد دیگه. فربه شد دیگه. جگر این پانی گرفته وای کرده که ارمان پیوندش کرد. 30% متخصص دوشنبه 30% گرفتند و میگم این هم پیوند کرد. اول منو در آوردن ارمان گرفتند جگر بعد سونه اینو در آوردنشند خودم نمیدونم چه خیلی مرجان در آوردن. اپراسیونش گذشت من خبر ندارم. سونه شب شد که بیدار شدم که برین تاریک شده. هم تو چشمو کشادم آینه نگاه کنم که تاریک شده. ای گفتم ما اپراسی شدیم. گفتم ای ما زنده بودیم. مرجان چه خیلی باشد به دلم گفتادیم برای گفتن نمیتویم که مردک بود باشد گرفته برفته باشم تاش که گرانتی نبود ایننده که اپراسی میبرود نمیبروید. چه خیلی پرسم دکترها چه خیلی کنم پرسم گویم هیچ یورک نیست پرسیدننده. سنی بینم که دستاش یک تا دست اون طرفان جنبی ساده. مرجان گویم که هیچ گم نمیزند. آب گفتاده من آب تیر منم. بعد دکتر پرسیدم مرجان سازه اپراسیونش گذشته ها زنده های بچه سازه خدا ساز ناز. بینم که مرجان آب گفتاده هم تو یازم نگاه کنم یا با هم تو نگاه کرده دستش خیلی که اپا گفتی که دیگه خورسنده مگوید دیگه نمیدونم هیچ هم نیست. چه خیلی کرد چه خیلی اپراسیونش گذشت خورسنده مگوید هم تو دیگه خودم خبر ندارم. بعد پگاه شد روز شد که دستای هر دو مار گرفته خیزونده کریدورنده هر دو بچه ره روی. بعد مرجان خودی زالنده هر دو دستی به دست قپیده دستی من قپیده کفشای پوپشی من پوشونده کلیدارنده هر دو ره رفتیم و یا خورسند که مرجان ساز شده این ره میره من خورسندیم آب چشم میکنم آب بره رو میریزد که بچم ساز شده این خیلی ره میره و میشده ره روی این خیلی این هم اپراسی شد دیگه الهی هیچ کی بلنسه ها داری بلنسه گرفتار نشود و روز که روز کافر الهی داری بلنسه قدی گرفتار نشود. باش 100 بار شکری دوباره اپراسیون ها شدم گذشت. آنچه به دستگیری خلق اول کارگرای آرمان یک جهان تشکر رحمت کلام برای برنامه تشکیل کردگیشون
دستگیری خلق با یاردمای خلق من به این روز رسیدم که بچم ایخه ساز شده، ایخه نقص شد، گوید خارشاش گم شده. انا خواب میرن حاضی به شکایتش نیسته. خواب میرن من بچم سلامتی ساز. با 100 بار شکر خواهی که به این روز رسیدیم. این روز خداوند الله نصیبی من گردنده. آخر سنده من نماز میخونم گوید باور کنید که با 2 رکعت نماز میخونم آب چشم میکنم. آب بری رو میریزد. که 100 بار شکر که الله به این روز من رسون که من فرزندم قطعی این خیلی به فیض بچه هم فرزندان برگشتم با دستگیری های خلق برای که یابن ایلی رحمت کلام 100 ساله شدن که وقتی خودشون دریق نداشتن من دست کمک یاری دراز کردن من اپراسیون گذراندم کارگره آرمان من یک جهان تشکر رحمت کلام خداوند نگهدار شده باشد یکاشو 1000 شود کی ماده دست خیر یاری دراز کرده خداوند نگهدارش باشد یکاش ایلی 1000 شود خداوند اجر به حساب تید بنده هایش که من دست کمک کردن این خیلی شرایط اند من نمیتونستم که 2 تا بچه پیوند کنیم این خیلی اپراسیون وزمین 13 ساعته جراحی گذرانه خوشنودیم که عاقبت معمای این عائله نیز به خوبی انجام یافت. مادر عمر جان که خود همچون دانور برای شفایابی فرزندش جراحی گشته بود امروز پورا شفا یافته سلامتیش به یگان عوارض برقرار گردید دلش شاد و چهرهش گشاد گشته است من بعد به آینده فرزندش عمر جان نظری نیک دارد و در حق کمک نمودگان و مردم سخاوت پیشه همیشه دستی دعا می بردارد. یک جهان تشکر کارگره آرماننده تشکیل کردگاشانند که ما دست یاری کرده ما را به کمک خلق دستگیری خلق به این روز بسیار من رسید ایق از پا اولش الله دویمش از بندگانش خداوند کریم یکاش ایلی 1000 شود در پناهش نگه دارد با توی بچه منده هماشون دعوت کنه توی مرجان بیاین که در خدمتی ما باشه